سلام بچه ها، به این ویدیو خوش اومدید. امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون عالی باشه. اومدم با یه ویدیو خفن دیگه. این دفعه اومدم بچه ها با ویدیو بیسیک که یکی از بهترین بیسیک هاست. خلاص بچه ها این بیسیک هر چی بگم بازم کمه، چون با این بیسیک ایمتون دقیق تر میشه، لیزر میکنید، شاتگانتون قوی تر میشه، کاراکترتون نمیشینه. این که از مهمترین نکته هاست. وقتی شما کاراکترتون یه دفعه وسط فایت دادن میشینه، دیگه ممکنه نمی روبرو شما رو بزنه، شما فشار خیلی زیاد میخورید دیگه. بچه ها سرتون رو درد نمیارم، میخوام این ویدیو تایمش کوتاه باشه. سریع میریم سراغ بیسیک. بچه ها رفتیم سراغ بیسیک. هر جا من گفتم شما اسکرین شات بگیرید، چیزی هر وقت گفتم اسکرین شات بگیرید. آره بچه ها الان اسکرین شات بگیرید. بیسیک بتل الان اسکرین شات بگیرید. خب هر وقت گفتم الان بگیرید. الان دوباره اسکرین شات بگیرید. خب درخواست میدن چقدر گرفتید. باز دوباره الان اسکرین شات بگیرید. خب گرفتید. الان بازم اسکرین شات بگیرید. ای بابا، اسکرین شات گرفتید. خب این سه تا گزینه پایینی هم بگیرید. خب بچه ها رسیم به مهمترین بخش بیسیک، یعنی سینک ADS FOV تو اسکوپ زوم. این مال خیلی از یوتیوبرها خیلی از یوتیوبرها هستن که در سطح حرفه‌ای پلی میدن، ولی باز این گزینه براشون آفه. دیدم مثلا خیلی هاشون میس میدن. بعد بخاطر همین بخاطر همین چرا میس میدن اونا؟ بخاطر اینکه این گزینه براشون آفه. شما حتما 100% آنش کنید. ایمتون، لیزرتون، همه چیتون خدا میشه. دیگه گانتون لگد نره. دیگه مثلا این موقع رنده کردن یا همون لیزر کردن دیگه ایمتون نمیلرزه. واقعا انگار چیته، انگار یه ایمبات قانونیه، ایمبات کلافه انگار واقعا. آره خلاصه اینو آنش کنید. مالشون بعضی تیکاش شاید فعال نباشه، همشو تیکاشو فعال کنید. خب اینا رو هم همشو صفر بکنید. این دوتا هم آف بکنید. این وامپیا رو دمیج نامبرم از نظر من خاموش کنید، چون ممکنه موقع لیزر کردن نمیده، مخصوصا راه دور دارید لیزرش میکنید، اون عدد دمیجا که بهتون نشون میده ممکنه جلو ایمتون رو بگیره. بخاطر همین دیگه انمی ممکنه گم بکنید. نارم دیگه بدونید دیگه بشید نارم همه رو. این گزینه خیلی مهمه، always اسپرینت. این مال شما قطعا رو آفه. اگه بیسیکتون تا حالا تغییری توش ندادید، بیسیک دیفالت کالافه رو آفه. رو عدد فکرم 65 بین 60 خورده تا 70 اینا بودش فکر کنم. اینو 100ش بکنید، اینم آنش بکنید. ژیروسکوپ اینا رو آفش کنید دیگه. اینا مثل بخش کامرا FOV و FOV. کامرا FOV و FOV از نظر همش تا آخر ببرید، چون واقعا دیدتون هم به انمی خوب میشه، هم وقتی یکی از گزینه هست فکر کنم FOV رنج. آره این مال همین گانه. وقتی اینو رو 50 60 رو 80 باشه، مثل همون سینک ADS FOV میمونه. وقتی خاموش باشه ایمتون میلرزه. این حالت همون سینک ADS FOV دیگه. این هم از نظر همشون 90 بکنید دیگه. همشون 90 80 80 کل همش تا آخر ببرید. حالا آخر هم دیگه داره زبون من میگیره، چون عادت ندارم به ویدیو لانگ گذاشتن. یه اکثر همه ویدیو کوتاه میذارم. ویدیو لانگ دارم تازگی میذارم، میذاره استرس دارم موقع حرف زدن. بچه‌ها اینا از بهترین بیسیک که دیگه نه کاراکترتون میشینه ایمتون خدا میشه، کاراکترتون نمیشینه ایمتون خدا میشه، شاتگانتون خدا میشه. خلاصه دیگه خیلی خفن میشید دیگه. خب میدونی بچه راستی بیسیک که مکمله تا سنس نباشه شما خوب نمیتونید بازی کنید. ممکن بیسیک کمکی بکنه ولی سنس هم باید حتما باشه. این دوتا انگار مال هم دیگه ساخته شدن، سنس و بیسیک. بچه دیگه سرتون رو درد نمیارم دیگه. از این بعد دیگه میخوام حالا ویدیوهای لانگ زیادتر بذارم، شاید هفته 2-3 تا ویدیو لانگی بذارم. حالا میدونم بازدیدی نمیخوره، 4-5 تا بیشتر بازدید نمیخوره، ولی خب من میذارم دیگه. خب بچه ها میرسیم به پایان این ویدیو. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. راستی بچه ها تنظیمات رنگم براتون حتما میذارم. تنظیمات رنگ و بیسیک و سنس مولتی هم حتما براتون میذارم دیگه. سرتون رو درد نمیارم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.